چه ما را تهدید میکنی؟ یا خدای کعبه، من چرا میبینم؟ وای بر ما، چیکار کردیم؟ شاید خواب دیده اش راست باشه. شاید در زیر آن آب است عبدالمطالب. این دفینه است، دفینه قبیله جیهون که هنگامی آنها را از مکه راندن کنده بودند. یوسیپر، آهو، همه‌اش از طلاست. نه این را تقسیم میکنیم عبدالمطالب. وای بر شما، چرا تقسیم میکردیم در صورتی که این را من پیدا کردم؟ نه چون این نمیشود. فراموش نکن که ما هم در این داریم حق. مردم قریش، اگر من قوم هاشم را جیغ زنم در حال به اینجا می آیند و شما چیزی را از من گرفتن نمی توانید. ای مردم قریش، آنچه که در پایان تر است بهتر از این می باشد. برای همین مرا به حالم گذارید کارم را اجرا کنم. غمگین نشوید، شما هم حقتان را می گیرید. چه خیل؟ قره می کشید. نیستش از من و شما، نصف دیگرش از کعبه. ما راضی هستیم عبدالمطالب. ما نیز راضی هستیم عبدالمطالب. کندن بگیر زمزمت را. اینجا آب است، ببینید. مردم قریش، این آب زمزم است. چشمه پدرمان اسماعیل و مادرمان هاجره زیارت کنندگان را سیراب میگرداند و هیچگاه خشک نمی شود. خدا اجرت را بدهد عبدالمطالب ای سروری مکه.